6 وسیله خطرناک که من به عنوان ایمونولوژیست هرگز وارد خونه خودم نمی‌کنم. 1. شونه تخم مرغ که از مقواها و زباله‌های بازیافتی محیطی و بیمارستانی تهیه میشه و میتونه مملو از آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی باشه که شما اون رو وارد آشپزخونه و حتی یخچالتون می‌کنید. 2. دستمال توالت‌های فله‌ای متفرقه سفید رنگ که توی کارگاه‌های غیر مجاز برای سفید کردنش از ترکیبات شیمیایی صنعتی شبه وایتکس استفاده میکنن. ترکیبات کلور روی اون باقی میمونه و شما اون رو به حساس‌ترین قسمت‌های بدنتون میزنید که مسبب بیماری‌های پوستی، هورمونی و آلرژی میتونه باشه. 3. فیش‌ها و رسیدهای چاپی، حتی 8 ثانیه لمس کردن اون باعث جذب ترکیبات بیسفنول از پوست و ورود اون به بدن میشه که شدیداً برای قلب و مغز و غدد سمیه. 4. کفگیرها و ملاقه‌های پلاستیکی مشکی رنگ که از زباله‌ها و بازیافتی‌های الکترونیکی ساخته میشه و شدیداً سمی و سرطانزاه. 5. قوطی‌های پلاستیکی آب معدنی که توی یخچال هممون وجود داره و تحقیقات نشون داده که میکروپلاستیک‌های اون عامل بیماری‌های قلب و عروق و حتی افزایش فشار خونه. و 6. گوش‌پاک کن. به بقیه هم فوراً اطلاع بدید. حامد رئیسی ایمونولوژیستتون.